الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برادر از ما سوال کردند که کشیدن ناس در اسلام حکمش چیست؟ و سوال دوم این است که آیا انسان مسلمان نمازخوان می تواند که از پشت یک امام نازکش نماز بخواند؟ بارک الله فیکم. حکم ناس در اسلام البته معروف است. همه من و شما یک جایه میگویم که ناس این یک مواد ناپاک و خبیث است. به همون انسان نازکشی که ناس میکشد سوال بکنیم و بگوییم که ناس آیا از جمله طیبات است یا از جمله چیزهای خبیث است؟ نازکش با وجود نازکشیش میگوید که ناس این ناپاک است. ناس این چیزی طیب و پاک نیست. ناس از همه جهت میگوید که خبیث و ناپاک است. بوی بد دارد، ضرر دارد، ضرری ظاهری که من شما میبینیم در گرد و اطراف دهان، گرد و این اطراف دندان را به مریضی و کسلی دچار میکند. بوی دهان را به نهایت زشت و بد میکند و این چنین ضرری عقلی که دارد انسان را به سکران یعنی به مستی می اندازد و این چنین ضررهای زیاد دارد. ما میگوییم الله رب العزة والجلال در قرآن عظیم و شان گفت احل لكم الطیبات. ای مؤمنان، به شما تمام چیزهای طیب و پاک، خوشبو و خوشمزه و زیبا و فایده آور پاک حلال شد و بر شما خبائث، افلازها، چیزهای ناپاک و بیفایده و بیمنفعت و ضررآور و بویناک حرام شد. و حرم علیهم الخبائث. بر امت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم چیزهای خبیث، خبیث یعنی ضررآور، بوی بددار، از همه جهت چیزی بی منفعت را خبیث میگویند که مطلقش ضررآور است، حرام شد. این عموم است، دلیل قرآن است، دلیل این آیت قرآن است، از عمومات است. ما به همین آیت دلیل میگیریم و میگیم که ناس و سیگارت و دیگر چیزهایی که در زمان رسول اکرم صلی الله علیه و سلم وجود نداشت، مانند نشعه، گراین، که بعد از چند صد سالها پیدا شد، اما الله رب العزة والجلال در قرآن همه چیزی حرام و حلال را به من شما در عمومات بیان کرد. گفت هر چیزی که فایده آور باشد، پاک باشد، منفعت داشته باشد، مرحمت، طیبات است، حلال بر شما ای امت اسلام. اما چیزی که ضرر آور باشد، بوی بد داشته باشد، منفعت نداشته باشد، ضررش زیادتر باشد، این چنین هم هست. منفعت هم داشته اگر باشد کم باشد و ضررش زیاد باشد، در این حالت این چیز خبیث است و حرام است. و انمین عمومات شریعت، عمومات قرآن و سنت دلالت می کند که ناس و سیگارت و این گروین چیزهای دیگری که بعد از چند صدها سالی رسول اکرم صلی الله علیه و سلم به وجود آمده است، حرام است، حرام است و حرام است. و دلیل دوم دیگری، ما قیاس، اهل سنت و الجماعت 4 مصدر متفق علیه دارند.
قرآن، سنت، اجماع، قیاس. یعنی قیاس این یک دلیل است، به ذات خودش دلیل است. و مانند حرام کردن گراین، نشعه یا که ناس و سیگارت با قیاس، ما میگیم هر چیزی که قیاس کرده می شود باید، یا قیاس 4 رکن دارد: اصل، فرع، علت، حکم. اصل این خمر است. اصل در قیاس ما خمر است. فرع ناس یا سیگارت یا که نشعه هست. علت سکران، مست شدن است. حکم حرام است. الله رب العزت و الجلال در قرآن عظیم شان خمر را ذکر میکند و میگه که این رجس و نجس است و بعد از این میگه که این حرام است. در سوره مائده آیه 91: انما الخمر والميسر والانصار والرجس من عمل الشیطان فاجتنبوه، یعنی بس کنید، دیگر به این خمر دست نزنید، این برای شما حرام است. چرا که در اصول فقه اجتناب را یعنی بس کنید گفتن به معنای حرام میاد. سبب حرام بودن خمر، شراب چی بود؟ مست کردن. ما دیدیم که مست کردن غیر از خمر، یعنی غیر از همون شرابی که در همون زمان معروف بود، در نشعه هم دیده می شود، در سیگارت هم دیده می شود، در نوس هم دیده می شود، میگیم که حرام است. این دومین دلیل، قیاس. پس برادر عزیزم، سومین دلیل حرام بودنش اسراف است. وقتی که منفعت ندارد، هر روز پول صرف کردن، از این ماده یک ناپاک و خبیث خریدن، استفاده کردن، این هم حکم اسراف را دارد که اسراف هم حرام است. یعنی از طریق عمومات ناس این خبیث است، از چیزهای بد و خبیث و ضررآور است، و از طریق قیاس کیفیتش کیفیت دارد، حرام است، و این چنین از طریق راه سوم اسراف، این چنین اسراف است، هیچ فایده ندارد. پس برادرم و خواهر بزرگوارم، حکم ناس حرام است. اما کسانی که از علماء علمای صوفیه، مائل برافزه، یا که کسانی که اهل کلام و فلسفه منطق هستند، وقتی که ناس را یا سیگارت را حلال میگویند، ما به اونها نگاه نمیکنیم. سخن اونها در اینجا هیچ حجیت ندارد. سخن اونها یک سخن اهل بدعت است. چی برسد به سخن دیگر علما که ما میگوییم سخن هیچ کس در برابری قرآن و سنت قبول نیست. پس برادرم، در این حالت ما نباید علمای اهل بدعت را، فلسفه و منطق و کلامیه یا که صوفیه و دیگر اهل باطل و ضلالت را به خود حجت بگیریم و بگوییم که فلان نفر و فلانی ها مباح میدانند. سخنهای اونها حجت نیست. وقتی که حرام گفتیم، ما میگیم کشیدن نوس یا سیگارت گناه کبیره است یا نیست. وقتی که حرام گفتیم، البته گناه کبیره می شود. اگر کبیره هم بعضی ها نگویند گناه بزرگ است، اگر کبیره نباشد هم گناه بزرگ است. پس این حکم ناس بود که حکم ناس حرام است. در جمله سیگارت یا که شیشه امروز برآمدگی از چیزایی که عربا میکشن، شیشه میگن، با شیلنگ میکشن، یا که نشعه و نارکوتیک با تمام چیزهایش، یا دیگر گیاهایی که انسانها برای مست شدن میکشن، همه حرام است. و کشنده این ناس فاسق است. کسی نباشد، امام است، عالم است، علامه است. البته عالم و علامه اهل سنت و جماعت هیچگاه ناس نکشیده است. ما میدونیم که اهل سنت و جماعت کیا هستند. البته اهل بدعت به خصوص صوفی های نفس پرست این چیز را انجام میدن، خود را عالم مینامند، بس نفس خود را منع کرده نمیتوانند. کسی نباشد وقتی که ناس میکشد حکمش فاسق است. آیا از پشت فاسق نماز خواندن جایز است یا نیست؟ البته وقتی که به کلام علما و اهل اسلام سلف نظر میکنیم، وقتی که یک فاسق امام میشود و شما میدونید که یک امام دیگر در نزد شما هست، یعنی دو مسجد هست، یک مسجد امامش فاسق است، یک مسجد امامش خوب است.
البته به امام خوب روید، فاسق را ترک کنید، از پشت فاسق در این حالت نماز نخوانید. اگر باز معلومات کافی در این مسئله خواستنی باشد، کتاب شرح بربهاری سنه از سنه للبربهاری، یا که ابن بطه کتاب ابانه الكبرى و ابانه الصغرى معامله مع اهل البدع. انسان نباید از پشت اهل بدعت نماز خواند، انسان نباید از پشت انسان فاسق نماز خواند در حالتی که دیگر امام هست. وقتی که در همون منطقه شما 3-4 مسجد هست، لیکن مسجدی که بر شما نزدیک است یک انسان فاسق است، لیکن کمی دورتر 100 متر 200 متر از شما دورتر امام اهل سنت است، باید در پشت امام اهل سنت و جماعت نماز خونید. اهل فسق را ترک کنید، هجر کنید. و اگر کسی که با وجود بودن مسجد اهل سنت و جماعت در پشت این اهل بدعت نماز بخواند، البته ثواب نمازش کم است. ثواب نمازش مثل ثواب در پشت امام خوب بودن است. از پشت ناسکشان و سیگارت کشان نماز نخوانید. ناسکشان، سیگارت کشان، این چنین امامان را ترک کنید در حالتی که شما دیگر امام دارید. اما در حالتی که در منطقه شما فقط یک مسجد است، فقط تنها یک مسجد است، انسانی که نماز میخواند، امامی میکند، عقیده خوب دارد، اما از نظر ناس یعنی یک شبهه دارد، ناس را کدام فتوا داده است به اون جایز میداند یا مکروه میداند و ناس کشیدن را مکروه میداند و میکشد، در این حالت شما نصیحت به امام کنید با راه بهترین. و در این حالت شما دو راه دارید. البته ترک کرده یک باره نمیتوانید. ترک همون وقت میکنید که اگر شما از پشت این ناسکش امام نماز را ترک کنید، به امام تاثیر شود. یعنی شما در نزد امام یگون آدم معتبر باشید، آبرودار باشید. وقتی که شما نماز را بس کردید، امام از شما پرسد چرا نیامدید، باید بیاید، شما در این حالت میگید ناسکشید، ناس پرتید، بعد میروم. اگر در همین عمل شما یک نتیجه باشد، در این حالت ترک کنید تا زمانی که امام خودش شود آداب و اخلاق را یاد بگیرد و ناسکشی را بس کند. یعنی شما ترک کردنتون سبب داشته باشد، یعنی ابدی نه، بلکه ناسکشیش را بس کند. اگر دانید که ترک کردن شما سببی ترک کردن ناس امام می شود، در این حالت جماعت را ترک میکنید و به دیگر جماعت میرید، یا که 1-2-3 روز نمی روید. اما دانید که شما اگر نماز نروید، اگر شما به مسجد نروید، به امام فرقی ندارد، امام هیچ پروایی نمیکند. شما رفتید نرفتید، در این حالت جماعت را ترک نمیکنید، میخونید و البته نصیحت میکنید، چرا که نماز جماعت واجب است. قول صحیح و راجح این است که نماز جماعت واجب است. وقتی که دیگر نماز مسجد ندارید، در این حالت میروید، لیکن نصیحت به امام میکنید که این عمل زشتش رو ترک کند. بارک الله فیکم. این مسئله خاصی ناسکش ها بود که البته نصیحت من به تمام برادران این است که ناسکشی را ترک کنند، ناسکشی را ترک کنند و این عمل را حرام دانند و به دیگر ناسکشان نصیحت کنند که این عمل زشت را به خاطر الله رب العزت و الجلال ترک کنید و حب خود را به الله نشان بدهید. اگر عاشق الله باشید، یک ناس را ترک کنید و اثبات کنید که شما عاشق الله رب العزت و الجلال هستید. پس از منهج نه رسول الله و نه صحابگان هیچ نفری اونها یک گیاهی رو به زیر زبان کرده با این آرام یافتن، کیف کردن، اعوذ بالله من ذلک، این چنین عملی وجود نداشت. پس ترک کنید و خود را مستقیم در راه رسول اکرم صلی الله علیه وسلم و شریعت مبین اسلام گردانید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.